و یکی دیگری از اعمالی که به زمین اصلاح می آورد و باعث پیشرفت جامعه می شود امر به معروف و نهی از منکر است. امر به نیکی و نهی از منکر مسئولیت مشترک میان فرد و نظام اسلامی است. الله رب العزت می فرماید الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. آن کسانی را که اگر در زمین آنها را قدرت و حکمرانی ببخشیم، کسانی اند که نماز را برپا می دارند، زکات اموال را می دهند و به کار نیک فرمان می دهد و از کار زشت و بد و منکر منع می کند و سرانجام کارها به الله رب العزت بر می گردد. فضیلت و برتری امت محمدی صلی الله علیه و سلم به سبب همین ویژگی است که به نیکی امر می کند و از منکر جلوگیری می نماید. الله رب العزت می فرماید کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما بهترین امت ها هستید که برای نفع مردم آفریده شده اید. مردم را به کارهای نیک امر می کنید و از کارهای بد و از کارهای ناپسند و از کارهای ناجایز منع می کنید. بدین وسیله الله رب العزت شما را بهترین امت خوانده و خوبترین امت معرفی کرده است در قرآن کریم. بناهن اون مقام و مرتبه ای را که خداوند متعال برای من و شما نصیب فرموده، البته به برکت و قام جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین انبیاء علیه السلام هست و امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین امت ها می باشد و حتی تعداد از انبیاء علیه السلام این تمنا و آرزو را برده و متمنی هست که کاش ما هم از جمع امت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می بودیم. مشابه حال من و شما که از جمله امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم و به رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان داریم و به پیامبری آن حضرت صلی الله علیه و سلم یقین داریم و یگانه امتهای فداکار و ایثارگر راجع به پیشبرد دین مبین اسلام می باشیم. اگر منکرات در جامعه آشکار گردد و مردم به صورت علنی با آنها آلوده شوند و عذاب الهی نازل شود، این عذاب هم خواص و هم عوام را در بر می گیرد. معناش این نمیشه که تنها کسی که مرتکب گناه شده اون مرتکب عذاب شود، بلکه زمانی که عذاب الهی بیاید و هم مردم خواص در بر میگیرد و هم مردم عوام را در بر میگیرد. کسی که گناه کرده باشه هم مورد عذاب الهی قرار میگیرد و کسی که گناه نکرده باشه هم مورد عذاب الهی قرار میگیرد. عن عدي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. الحديث. حضرت علی رضی الله عنه میگوید از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که میفرمود الله رب العزت مردم عادی را به سبب اعمال بد خواص عذاب نمی کند
تا زمانی که منکر را در میان خود آشکارا ببیند و توانایی جلوگیری از آن را داشته باشد، ولی جلوگیری نکنند، پس هنگامی که چنین اعمال انجام شود الله رب العزت هم خواص و هم عوام را و هم خاص و کسی که مرتکب گناه شده و هم عوام را کسی که مرتکب گناه نشده هم مورد عذاب خشت قرار می دهد. بنابراین نظر به این حدیث مبارک همه ما مسئولیت داریم به این که هر منکری را که ما باید میبینیم اون را تغییر بدهیم، هر بدی را که در جامعه مشاهده میکنیم تغییر بدهیم. در صورتی که ما بدی را مشاهده میکنیم، منکر را در جامعه مشاهده میکنیم، باز هم از او را جلوگیری نمیکنیم و منع نمیکنیم، اینجا است وقتی که عذاب الله رب العزت به جامعه بیاید همه من و شما را خدای نخواسته فرا میگیرد.